سلام دوستان گلم، چطورید؟ کیو جوکیای عزیز، حال دلتون چطوره؟ آقا با یه ویدیوی اومدیم. چه ویدیویی؟ یعنی ریاکت روی ویدیوهای عشق ابدی یا اسهال ابدی یا خیانت‌های ابدی، یا میتونم بهتون بگم ریدمان ابدی. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. توجه شما رو به یکی از کسخلای جهانی جلب میکنم. فیلمی از ناگفته های مردمان ترکیه نشین. این فیلم توانست در کوتاه مدت با پیشی گرفتن از رقبای خود در انتظار گرفتن جایزه کونه‌خر بلورین در سال 2026 باشد. فیلمی واقعا کسشر و فیلم نامه‌ای از آن کسشرتر. با هم ببینیم. آیا آماده ای؟ شنیدن مزخرفات و گمپزدر کردن و کسشعرهای ما. هستی؟ وسط یک جزیره پر از کوسه و آدمخوار، میون این همه کسخل و هول، قرار دختر پسره پافیوز و دختر نلیده و شاسکو اولین قدم رو برای پیدا کردن نیمه گم شده خودشون بردارن. ببین آره من کاری با مسابقه داغونت ندارم، ولی ببین اون دلغکایی که دعوت کردی چقدر هول و بیشورن. یعنی تو اون جامعه مثل ترکیه یکی رو نمیتونن پیدا کنن، میان تو همچین جزیره آلکاتراس که پر از زامبیای وحشی دنبال عشق میگردن. واقعا عجیبه. و یک رابطه عاشقانه زیبا داشته باشن. ببین من الان فقط با این دو نفر کار دارم، نه با این فیلمنامه کسشر کار دارم، نه با اون عجوزه پیر اول ویدیو که سازنده این برنامه است کار دارم. فقط با این دو نفر کار دارم. چرا؟ یه لحظه به تیپای این نگاه کنید. سمت راستی و انگار زمان شاه کپی کردی، این زمان پیست کردی، با اونم کاری ندارم. ولی سمت چپی خدایی یه لحظه به پیراهنش نگاه کنید. وقتی میگم برنده جایزه کونه خره همتون میخندید. یه لحظه نگاه کن. آخه کسشر، آخه کسخل. الان اینا منقرض شده. تو از کدوم زمان برگشتی؟ اما رسیدیم به یکی از شخصیت‌های اصلی این داستان که تو آینده باش خیلی کار داریم، به اسم علی هول که واقعا اسطوره‌ایه واسه خودش. حالا با صورت تخمی فیسش کاری ندارم، با تتوهای جذب ثروتش هم کاری ندارم. مشکل من الان فقط اون پیراهن مشکیشه. واقعا مگه الان محرم آخه دیوز؟ به ادامه ویدیو بپردازیم دوستان. رپ کار میکنم، استودیو دارم، میکس و مستر. خدایی یه چیزی بهتون میگم، واقعا داریم به کجا میریم. یعنی یه بگاهی واقعیه. یه زمانی بود که همه داشتن مثل رپ های بزرگ فارسی مثل یاس، هیچکس، اینا رفتن. ببین چه دلغک هایی اومدن. هر کسی من نمیدونم چرا از ننش قهر میکنه میره رپ کار میکنه، استریو میزنه. واقعا داریم به کجا میریم نمیفهمم من. موفق باشی عزیزم. بیا صاحبش پیدا شده. خیلی هیجانیم. به یه ورم به تخم چپم. دوست دارم که بیشتر با همه بچه‌ها آشنا بشم. نه همه رو نمیتونی، ببخشید. این قسمت داستان عجوزه پیر از او درخواست می کند که همشون مال تو نیستن. این مال کیه؟ دیوس. کم بخوریم همیشه بخوریم. قراره در این سفر پر از عشق شما شاهد حول بازی ها، دو در بازی ها، خیانت ها، خلاصه شاهد همه چیز هستید جز عشق. شکل‌گیری این روابط زیبای خیانت های تخمی تخیلی باشید. چرا ناراحت باشم؟ از بین 4 تا دختر انتخاب شدن. انتخاب شدی که با همه پسرا باشی جز اونی که دوست داره. خوشحالم نباشه. نه آخه من گفتم آخه خانومای ایرانی چون همشون زیبا هستن از اون بابت گفتم. در اینجا ما یک حول
کار درست و کار بلد که دنبال ریل زدن با همه است را مشاهده می‌کنیم. این افراد در جامعه بسیار زیادن که در ترکیه فعلا پلاسن. گزینه بعدی نداری؟ ولی یه چیزی من بگم خانم صالحی، انقدری فکر کنم باید تیپش خوب باشه که تا اومد پاشنهاشو پوشید که بیاد بالاتر یه خودی نشون بده. در این قسمت برنامه بازیکن نیامده دنبال خایمالی و دستمال کشیدن است. او هنوز نیامده صفت واقعی خودش را با خایمالی نشان میدهد. به ادامه ویدیو بپردازیم. شرکت کننده هایی که دنبال عشق واقعی هستن قرار اینجا به گا برن و خیانت ها دو در بازی هایی که بلد نیستن را نیز یاد بگیرن. چالش و بازی و سرگرمی قراره بهتر همدیگر رو بشناسن تا بتوانم بهتر خیانت کنم. و در نهایت زوج برنده یک جایزه ویژه دریافت میکنه. جایزه‌ای به اسم حولخونه بلورین. فقط یادتون باشه اینجا فقط جای عشقای واقعیه. من ریدم به اون عشقی که پشت سرت نوشته. من ریدم به اون لباسی که پوشیدی. من ریدم به اونی که این لباسو واسط ساخته. من ریدم به اون موهای سرت. من ریدم به اون افکار تخمی تخیلیت. من ریدم به اون بازیکنای تخمی شخمید. ازدم من ریدم به این هوای خوب. من ریدم به اینی که این سناریو رو نوشته. کجا کسخل عشق واقعی رو پیدا میکنم؟ کلاً که خیانت اینجا. من عذرخواهی میکنم، تو خیلی پسر خوبی هستی اما واقعا تایپ من نیست. در اینجا این بانو یک گوز بسیار ناشتای بزرگی از خود در می کند، چرا که او به دنبال پرنسس آرزوهای خود است. مثلا وای شبیه اکس همه، من این انتخاب نمیکنم. ولی فکر میکنم واقعا سرتم زیاده. هیچ حسی نداشتم، من انتخابشون نکردم. چرا باید دختر با من انقدر بدشنیه؟ دختر با هم دوست باشید، چون این پسر اولی که من دیدم با همتون ریل میزنن به جان خودم. من پرستوی صالحی قراره با یک رئالیتی شو خیلی تخمی و کسشر به زودی در کنارتون باشم. عشق ابدی شروع میشه. من ریدم به اون عشق ابدی که ساختی. این بیشتر شبیه اسهال ابدیت عشق ابدی. پاینده باشید بچه. اگه دوست داشتید کامنت و سابسکرایب و لایک فراموش نشه تا ویدیوهای جدید از این پارت بسازیم.